بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام قزلباش‌های عزیزی که در سراسر دنیا و از طریق این کلیپ صدای مرا میشنوند. من علی فاضل هستم، یک تن از قزلباش‌های افغانستان از ولایت بلخ افغانستان. خواستم یک تعداد اطلاعاتی از قزلباش‌های افغانستان به شما دوستان بدم. اینکه قزلباش‌ها توسط نادرشاه افشار و خراسان قدیم یا افغانستان امروزی آورده شدند از کشورهای مانند آذربایجان و بعد از مرگ نادرشاه افشار قزلباش‌ها همچنان در این سرزمین ماندگار شدند و تمام کارهای دولتی این سرزمین انجام میدادند و مجبور بودند برای ارتباط با مردم به زبان فارسی دری که یک زبان رسمی در افغانستان است صحبت بکنند. قزلباش‌ها رفته رفته چندین نسل به این زبان صحبت کردند و آرام آرام زبان اصلی خود از دست دادند و مجبور شدم که همگی به زبان فارسی صحبت بکنن، همچنان که من امروز و حال حاضر به زبان فارسی دری صحبت میکنم و ترکی نمیفهمم. جمعیت قزلباش‌ها به طور دقیق مشخص نیست، چرا که قزلباش‌ها نه تنها قزلباش‌ها بلکه تمام جمعیت افغانستان به خاطر 40 سال جنگی که در افغانستان بود اصلا مشخص نیست که افغانستان چقدر جمعیت داره. ما یک آمار تقریبی از جمعیت قزلباش‌ها در افغانستان داریم که حدوداً میشه برای آمار باور داشت. جمعیت قزلباش‌ها در افغانستان به 3 میلیون نفر میرسن و 2,100,000 نفر در داخل افغانستان در حال حاضر زندگی میکنن و 900,000 قزلباش در کشورهای مانند پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند و خود قزلباش‌ها اکثرا در شهرهای شمالی افغانستان زندگی میکنند و بیشتر در شهرهای مانند کابل، هرات، قندهار، نیمروز، غزنی، میدان وردک، لوگر، پروان، بامیان، بلخ، بغلان، کندوز، تخار، سریپول و بدخشان زندگی میکنند و در این شهرها جمعیت قزلباش‌ها بیشتر میباشد نسبت به بقیه شهرها. و در آخر خواستم از شما دوستان عزیزی که صدای من از این طریق شنیدین و به گفته‌های من گوش دادین بسیار زیاد سپاسگزاری کنم و تشکر میکنم از همه شما. خدا